سلام، شروین موسی هستم. جلسه دوم از آموزش تئوری موسیقی خدمتتون هستم. این جلسه می‌خوایم راجع به کشش نوت‌ها و فاصله زمانی نوت‌ها صحبت بکنیم که مبحث خیلی مهمی در نوت‌خوانی هستش و مبحثی که همیشه باهاش سر کار داریم. تا روزی که موسیقی کار می‌کنیم این مبحث کمکمون می‌کنه که بتونیم بهتر نوت‌خوانی رو انجام بدیم و بتونیم سریعتر و راحت‌تر یک قطعه موسیقی رو اجرا بکنیم. برای اندازه‌گیری واحد زمانی در موسیقی ما از یک نوتی به اسم نوت گرد استفاده می‌کنیم. نوت گرد بزرگترین کشش در موسیقی و واحد اندازه‌گیری نوت‌های دیگه است که ما از نوت گرد استفاده می‌کنیم و کشش‌های دیگر رو به دست میاریم. همونطور که گفتیم نوت گرد واحد اندازه‌گیریه که ما عدد 1/1 رو براش در نظر می‌گیریم، یعنی یک واحدی که کامله و از اون واحد کامل واحد کوچیک‌تر دیگه رو به دست میاریم. هر نوت گرد رو میتونیم به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم که هر کدوم از اون قسمت بهش میگیم نوت سفید. نوت سفید شبیه نوت گرده، فقط یه دوم نوت هم اضافه داره، مثل این شکل. سیاه 1/4 گرد و 1/2 سفید هست و هر سیاه رو ما میتونیم به دو قسمت مساوی دیگه به اسم نوت‌های چنگ تقسیم کنیم. چنگ 1/2 سیاه، 1/4 سفید و 1/8 گرد هست. همونطور که میبینید نوت‌ها به سمت پایین‌تر میان و هی کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه و فاصله زمانیشون هم کوچیک‌تر میشه. ما همه این نوت‌ها رو بر مبنای نوت گرد حساب میکنیم. میگیم گرد 1/1. خب حالا سفید نصف گرد شد 1/2 گرد. نوت بعدی سیاه 1/4 گرد. نوت بعدی نوت چنگ 1/8 گرد و نوت بعدی نوت دولا چنگ 1/16 گرد. نوت بعدی سه چنگ 1/32 گرد. همینطور که میبینید به سمت پایین نوتا میان واحد کوچیک‌تر و به قسمت‌های کوچیک‌تر و فاصله زمانی کوچیک‌تر دارن تقسیم میشن. حالا می‌خوایم ببینیم که فاصله زمانی خود نوت گرد چقدر هست. ما واحدش رو فهمیدیم که یک واحد کامله و بهش میگیم واحد 1/1. حالا خودش چقدره؟ نوت گرد براش عدد 4 رو در نظر میگیریم. یک قرارداده که میگیم نوت گرد 4 ضربه. خب 4 ضرب یعنی چی؟ ما یک واحد اندازه‌گیری داریم برای زمان که اون رو با BPM میشناسیم، یعنی BPM مخفف بیت پر مینت، یعنی ضرب بر دقیقه است. خب پس ما وقتی میگیم که مثلا تمپو یه قطعه یا یه آهنگی تمپو 60 BPM یعنی 60 ضرب بر دقیقه. خب پس ما اگر عددمون رو روی 60 در نظر بگیریم، یعنی 60 BPM داشته باشیم، وقتی میگیم که نوت گرد 4 ضربه، یعنی یک نوتی که از لحظه‌ای که اجرا میکنه تا لحظه‌ای که تموم میشه کشش و دنباله نوت 4 ضربه. مثل این صدا گوش کنید. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میبینید کشش نوت گرد 4 ضربه، یعنی 4 ضربه ادامه پیدا میکنه تا نوت بعدی. 2 3 4. حالا بریم سراغ نوت بعدی که نوت سفید هست. نوت سفید کششش 2 ضربه، یعنی از لحظه‌ای که شروع میشه تا لحظه‌ای که تموم میشه 2 ضرب کش پیدا میکنه و ادامه داره. حالا صدای نوت سفید رو گوش کنیم. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. نوت بعد نوت سیاه هست. سیاه هر یک ضرب معادل 1 ثانیه است، یعنی دقیقاً هر ضرب رو ما یک نوت باش اجرا میکنیم و کششش 1 ضرب کامله. گوش کنیم.
نوت بعدی نوت چنگ هست که هر کدومش 1/2 یک ضربه. یعنی ما یک ضرب رو اگه به 2 قسمت مساوی تقسیم کنیم نصف یک ضرب رو اشغال میکنه، ولی دوتاش برابر یک ضرب میشه. خب دوتا نیم ضرب برابر یک ضربه دیگه، درسته؟ پس هر یه دونش به تنهایی نیم ضرب و دوتاش برابر یک ضرب کامل هست. گوش کنیم. خب با و میشمارم: 1 و 2 و 3 و 4 و. میبینید من دارم با و میشمارم، یعنی یک اجرا و اون قسمتی که اجرا نمی کنم، نصف یک ضرب رو اجرا نمی کنیم. به تنهایی چنگ این شکلی اجرا میشه، ولی معمولا ما 2 تا چنگ رو بغل هم بنویسیم یک ضرب کامل سیاه رو اشغال میکنه. گوش کنید. خب سکوت. یادم نره که سکوت همیشه بخش مهمی از موسیقیه. سکوت بخش جدا نشدنی از موسیقیه. شما وقتی قطعه رو میشنوید، این قطعه متشکل از صداها و سکوت هاست که یک قطعه تولید میشه. یا اگر ما یه ارکستر خیلی بزرگ رو در نظر بگیریم که همه دارن با هم ساز میزنن، به ظاهر این شکلی نیست که هر لحظه همه ساز بزنن. خب توی بخشای یه سری سازا سکوت میکنن، یه سری سازا اجرا میکنن. یه ساز مثلا سولو میزنه، یه ساز دیگه‌ای سولو میزنه، بعد حالا با هم اجرا میکنن و این. خب برای اینکه ما بخوایم سکوت رو نشون بدیم در موسیقی، از علائم سکوت استفاده میکنیم. خب نوت گرد داریم مثل تصویر، سکوت گرد هم داریم. نوت سفید داریم، سکوت سفید هم داریم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی ما به سکوت گرد میرسیم 4 ضرب هیچی اجرا نمیکنیم. مثلا سکوت سفید، وقتی به نوت سفید میرسیم 2 ضرب اجرا میکنیم، ولی وقتی به سکوت سفید میرسیم 2 ضرب چیزی اجرا نمی کنیم و روند موسیقی ادامه داره. سکوت سیاه برابر 1 ضرب چیزی اجرا نمی کنیم و همینطور که میبینید معادل هر نوتی شکل سکوتش هم هست که تو تصویر میتونید ببینید و در درس‌ها ازشون استفاده میکنیم و در درس‌های آینده هم تو تمرین‌ها داریم، هم توی قطعاتی که قرار اجرا بکنیم. خب همونطور که میبینیم ما میتونیم سکوت ها رو به صورت نقطه دار هم داشته باشیم. مثلا سکوت سفید نقطه دار، یعنی 3 ضرب چیزی اجرا نکنیم. سکوت گرد نقطه دار، یعنی 6 ضرب چیزی اجرا نکنیم و همه این نوت‌ها معادلشون به صورت سکوت وجود داره و میتونیم از سکوت ها در هر جایی که لازم بود، در هر فاصله زمانی که لازم بود استفاده بکنیم. خب حالا ما برای اینکه بهتر نوت‌ها رو یاد بگیریم و بتونیم درک عمیق‌تری از نوت‌ها داشته باشیم، باید ما اینا رو تمرین بکنیم و انقدر روشون تکرار و تمرین بکنیم که بتونیم فاصله زمانی رو بلافاصله بعد از اینکه نوت‌ها رو دیدیم بتونیم کشش و عرض زمانشون رو تشخیص بدیم. من این سری نوت رو اینجا آوردم که با همین نوت‌ها رو تمرین می‌کنیم. چندین بار تکرار می‌کنید، با من چند بار تمرین کنید. من با سرعت خیلی پایین اینا رو اجرا می‌کنم. سعی کنید با من تکرار کنید و چندین بار که تکرار کنید تو ذهنتون میشینه که باید چیکار بکنید و نوتا فاصله زمانشون چجوری اجرا میشه. بعد از اینکه این ویدیو رو دیدین، یه دفتر کاغذ بردارین، برای خودتون به صورت رندوم نوتا رو بنویسین. جاش مهم نیست، برای این جلسه مهم نیستش که جاش کجاست، فقط وزنش مهمه که وزن نوت‌ها رو درک بکنیم. و مرحله بعد هم که بعد از اینکه این تمرین رو انجام دادیم، میایم همین کار رو با نوت‌ها روی خطوط حامل انجام میدیم. خب ما جلسه پیش قرار بود که نوت‌ها رو روی خطوط حامل حفظ کنیم. حالا این جلسه هم فاصله زمانی رو حفظ می‌کنید. اول که فاصله زمانی رو تمرینات رو انجام دادید، خوب تو ذهنتون نشست، حالا نوت‌ها رو روی خطوط حامل به صورت رندوم انتخاب می‌کنید و فاصله زمانیشون رو تمرین می‌کنید با هم. ما به این کار میگیم تمرین سولفژ. سولفژ 2 تا بخش پارلاتی و کانتاتی داره، یعنی وزنخوانی و آوازی. خب ما اون بخش ریتم خوانیش رو می‌خوایم تمرین کنیم. یه سری نوت‌ها رو پشت سر هم میذارم و با هم تمرینش میکنیم. فقط با من این نوت‌ها رو تکرار بکنید و همونطور که گفتم بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، خودتون هم میتونید به صورت رندوم نوت‌ها رو بنویسید و این کار رو اینقدر تکرار کنید که بتونید به راحتی نوت‌ها رو یاد بگیرید. خب حالا میخوایم تمرین نوت‌خوانی رو انجام بدیم. همینطور که میبینید یه سری نوت‌ها رو پشت سر هم نوشتم و خطوط حامل هم نداره، برای اینکه راحت‌تر بتونیم فقط تمرکزمون رو روی نوت‌ها حفظ بکنیم و بتونیم نوت‌ها رو تمرین بکنیم با هم. اون علامت ها سکوت هم دقت کنید که سکوت ها معادل همون ضرب ها چیزی اجرا نمی کنیم. من مترونوم میذارم روی 60. خب برای اینکه ما بتونیم این نوت ها رو اجرا بکنیم از 2 استفاده میکنم. همه نوت ها رو با 2 میخونم.
و مترونوم روی 60 تنظیم میکنم. با مترونوم 60 شروع میکنم به خوندن. 2 3 4 2 2 2 2 2 دو 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 دو. میشه خط اول. خب یه بار دیگه خط اول رو با هم تکرار کنیم. 1 2 3 4 2 2 دو 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 دو. خط اول رو اجرا کردم. حالا بریم خط دوم. دوباره به همین شکل ادامه میدیم. 1 2 3 4 2 2 2 2 دو 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 دو. خب اگه دقت بکنید ضرب آخر میزان آخر خط دوم رو من سکوت کردم. ضربایی که سکوت میکنیم، هیچ نوتی رو اجرا نمیکنیم. خب حالا دوباره خط دوم رو اجرا کنم با هم. شما با من اجرا بکنید. دوباره خط دوم رو اجرا میکنم و شما با من اجرا کنید. 1 2 3 4 2 دو 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 دو. بسیار عالی. خط سوم. 1 2 3 4 2 2 2 2 دو 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 دو. خط چهارم اجرا میکنیم. دو 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 دو. بسیار عالی. خط آخر. 2 3 4 دو 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 دو. خب نقطه کنار نوت. اگه دقت بکنید ما نوت‌ها رو گفتیم که گرد 4 ضربه، سفید 2 ضربه، سیاه 1 ضربه، چنگ 1/2 ضربه. ولی اگه دقت کرده باشید ما توی نوت 3 ضرب نداریم، 2 ضرب نداریم، 2.5 ضرب نداریم و ضرب هایی که میتونه یه موسیقی داشته باشه و هر حالتی میتونه، یه ملودی میتونه حالتهای خیلی متفاوت ضربی داشته باشه. برای اینکه این موضوع رو برطرف کنیم از نقطه کنار نوت استفاده میکنیم. در واقع یکی از کاری که انجام میدیم نقطه کنار نوته. نقطه وقتی کنار نوتی میاد یعنی 1/2 ارزش زمانی خود نوت رو بهش اضافه میکنه. یعنی چی؟ گرد چند ضرب بود؟ 4 ضرب. خب اگر گرد این نقطه کنارش بیاد 4 ضرب به علاوه نصفش که 2 ضربه میشه 6 ضرب. پس گرد نقطه دار 6 ضرب میشه. سفید چند ضربه؟ سفید هم 2 ضربه. اگر نقطه کنارش بیاد 2 ضرب به علاوه 1 ضرب جمع میشه و میشه 3 ضرب. خب سفید نقطه دار پس 3 ضربه و به همین شکل نوت سیاه که 1 ضربه اگر نقطه کنارش بیاد برابر با 1.5 ضرب میشه. برای اینکه ما کشش‌های دیگر داشته باشیم از یک سری علائم دیگه استفاده میکنیم که یکی از اونها بهش میگیم خط اتحاد. خط اتحاد خط کمانی است که بر روی نوت‌های همنام کشیده میشود و ارزش زمانی آنها رو با هم جمع میکنند. این تعریف کتابیشه. خیلی کتابی تعریف کردم. خط کمانی است که بر روی نوت‌های همنام کشیده میشه و ارزش زمانیشون رو با هم جمع میکنه. یعنی چی؟ اگر ما 2 تا نوت همنام مثلا 2 تا نوت 2 داشته باشیم که یکیش سفیده یکیش سیاه، یه خط کمان روش باشه، به جای اینکه ما یه دونه نوت سفید و یه نوت سیاه اجرا بکنیم یک نوت 3 ضربی اجرا میکنیم که مجموع 2 تا نوته، یعنی
انگار که ما نوت سفید رو با نوت سیاه جمع کردیم. پس خط اتحاد کاری که میکنه ارزی زمانی رو با هم جمع میکنه. حالا تو کاربردش هم توی درس‌های بعدی حتما کاربردش هم استفادهش هم در جای مختلف هست، حتما توضیح میدم و روش تمرین میکنیم که کامل براتون جا بیفته. پس خط اتحاد، خط کمانی که روی نوت‌های همنام میاد. فقط دقت کنید خط اتحاد نوت‌ها همنام هستن، یعنی باید دوتاشون یک نوت مشخص باشه. خب خط اتصال، خط اتصال هم مثل همون خط اتحادی خط کمانی که روی نوت‌ها میاد، ولی اینجا دیگه نوت‌ها همنام نیستن و نوت‌ها غیر همنامن، میتونه بین چند تا نوت وجود داشته باشه. خط اتصال خیلی کاربردهای زیادی داره و هر سازی برای خودش خط اتصال رو به یه شکلی اجرا میکنن. مثلا ما وقتی برای ویولون بخوایم خط اتصال بنویسیم، یعنی که نوت‌ها باید به صورت پیوسته اجرا بشن و با یک آرشه اجرا بشن. مثلا 4 تا نوت با یک آرشه قرار اجرا بشه، میان روی نوت‌ها یک خط اتصال میذارن که همه رو به هم وصل میکنن، یعنی که نوت‌ها به هم پیوسته اجرا بشه. مثلا برای گیتار یه تکنیک به اسم لگاتو یا همران یا پولاف که از اون تکنیک استفاده میکنیم که معمولا مثلا دست راست یا پیک یک ضرب اجرا میکنه مثل نوت سیاه و دست چپ 2 تا ضرب اجرا میکنه مثل نوت چنگ. و تو هر سازی متفاوته. مثلا برای آواز اگر 4 تا نوت رو روش خط اتصال بذارن، یعنی که اون 4 تا نوت رو باید با یک نفس اجرا بکنید. پس همونطور که میبینیم خط اتصال در هر سازی متفاوته و کاربردهای متفاوتی داره.